بی زحمت یه رو به من بده. یه رو کافیه؟ برای امشب کافی. پیمان بیا عزیزم یه رو بده به آقا رشید برو. باشه آقا رشید مطمئن یه رو کافیه؟ بله اگه بازم خواستم میام خدمت دوم. آقا رشید میگم برای اون قضیه ها به نظری من شیر استفاده کنین بهترین گزینه است. آشی کاری خودمونه توپ به توپ میشه. آره اتفاقا ایالم هم میگه هیچی مثل شیره نمیشه. علکی که نیست که سفت هم میشه، ولی عوضش رو آبش تاثیر میذاره. به جاش لذتش بیشتره. آقا رشید بگم یه شیر مخصوصی نابی رشید پسند برات بیارم؟ نه دست درد نکنه. خب میدونی داریم ایالم هم دیابتش بالاست. خب وقت یه غذاهایی که درست میکنه مثلا خورش آلو و اینا را به جا شکره باید شیره بریزه توش دیگه. اصلش برای همین است که سفت میشه. شکر که نیست آب بندازه آقا رشید. خب بعد باید مراقبشون باشیم که بالاشون قرن نره. بله ببخشید خند بالاشون قرن بالا.